در راستای رسیدن به اهداف مالی میخوام یه تکنیک ساده رو واسط بگم. وقتی که صبح از خواب بیدار میشی لطفاً بلافاصله نرو سراغ کارهای روزمرت. یه کوچولو به خودت تایم بده، فکر بکن در مورد خودت، در مورد روزت فکر کن و بگو که من امروز چه کارهایی رو باید انجام بدم. شما باید واسه خودت هدف مالی مشخص بکنی و باید این کار رو بکنی، چون که هیچ وقت زندگی مالی تغییر نمیکنه. حتما واسه خودت مشخص بکن. این قدم اول. روزی که بلند میشی باید به این فکر بکنی خب امروزی که من میخوام روزم رو شروع بکنم چه کارهایی رو، حتی قدم‌های کوچولو، اونا رو تو ذهن خودت یا اگه بهتر بتونی بنویسیش خیلی بهتره، خیلی بهتر بنویسش که من چه کارهایی رو باید امروز انجام بدم برای اینکه 1 قدم 2 قدم به هدف مالیم نزدیک بشم. این کار معجزه میکنه. من اسمش رو گذاشتم معجزه صبحگاهی. 5 دقیقه الی 15 دقیقه به خودت تایم بده. فکر کن در مورد خودت، در مورد سلامتیت فکر کن، در مورد وضعیت مالیت فکر کن، در مورد شرایط کاریت فکر بکن، در مورد کارهایی که قراره انجام بدی و یه سری کارهایی هم که قرار نیست انجام بدی. یعنی به خودت میگی که خب امروز من سعی میکنم اگه توی ترافیک گیر کردم همش مثلا به چیزای خوب فکر کنم، به موسیقی خوب گوش بکنم، اعصاب خودم کنترل بکنم، لبخند بزنم. این داستانا خیلی تو زندگیتون تاثیر میذاره. اگه اهداف مالیت میخوای بهش برسی با این چیزای کوچولو کوچولو بهش میرسی. من هر روز سعی میکنم این نکات رو حتما به شما بگم که شما مد نظر قرار بدی که به تمام اهداف مالیت برسی. امیدوارم حال دلت عالی و پیروز باشه. بشینی ساکت، بخوابی، اینی که شما فعالیتت رو شروع بکنی. ما اینی که در مجموعه کارآفرینیمون پکیج های خصوص این چرخه اگر تداوم داره بگیری که به صورت حرفه‌ای بتونی ارائه بکنی، یعنی قابلیت این رو داشته باشی که بتونی به دیگران. تکنیک داره، تکنیک‌های بسیار جالبی داره، خسته نمیشی و ناامید نمیشی و به خودت باید ایمان داشته باشی و به خودت باید انرژی مثبت بدی. یه تولید قالب‌های سیلیکونی و کدهایی که گفتم از این برندها تهیه بکنید الان مجموعه خودمون داره. از به فرد باشه، یه قالب ویژه و بیس ویژه میتونید تهیه کنید و باهاش کارهای برند اوزت رزین و هارمل که فوق العاده مناسبه، خیلی آروم